کارمون که توی این قسمت تموم بشه، ما تازه قسمت اول سریال در سیزن اول رو به پایان رسوندیم. ببینیم چقدر جزئیات توی کتاب مارتین بیشتر هست نسبت به اون چیزی که ما توی سریال دیدیم. خب این فصل ما از پیووی برندون استارک، پسر 8 ساله ند استارک، داستان رو پیش خواهیم برد. لوکیشن فصل توی قلعه وینترفل هست مطابق این اپیزودهایی که تا الان داشتیم، اما در بخش‌هایی هست از وینترفل که هر کسی نمیره. یعنی کجاه؟ بخش‌هایی از قلعه هست که یه سنجاب میتونه بره، سنجابی که لقب پسر ادوارد استارک هستش. در واقع بخش اصلی داستان در جایی هست به عنوان فرسکیپ، یعنی دژ نخستین که قدیمی ترین بخش قلعه هست و توسط برندون د آرکیتکت، جد همین ند استارک، اون رو ساخته و به طور اخص در بروکن تاور، برج شکسته، اتفاقات میفته. برج شکسته در واقع اتفاقی که براش افتاده یک فضای متروکه هست، یک برج متروکه هست که توسط صاعقه خراب شده. تقریبا 100 سال پیش از این لحظه‌ای که ما توی داستان هستیم این اتفاق براش افتاده و به خاطر اینکه جزء بخش‌های ضروری وینترفل نبوده، هیچ وقت هم در واقع رینوویت نشده و بازسازی نشده. اما اشخاصی که توی این فصل حضور دارن، برن استارک شخصیت محوری ما هستش که گفتم داریم از زاویه دید اون فصل رو پیش میبریم. سر جیمی لانیستر هست که برادر ملکه و عضو گارد پادشاهی هست، و ملکه سرسی که خب ملکه 7 اقلیم هست. از طرفی سامر رو هم میتونیم به عنوان یکی از شخصیت‌های موجود توی این فصل به حساب بیاریم. دایر ولف برن هست که البته 2 هفته از زمانی که در واقع مسئولیتش رو بر عهده گرفتن فرزندان استارک گذشته، اما هنوز این توله گرگ اسم نداره، هنوز اینجا نونیمه، ولی خب جلوتر عنوان سامر رو با عنوان تابستان رو خواهد داشت. اما اهمیت این فصل، نمره‌ای که میشه به این فصل داد در کل مجموعه قطعاً 10 از 10 هست، به خاطر این که اصلا شما سریال رو وقتی ببینید جایی هست که قسمت رو تموم میکنم، به خاطر اینکه تعلیق رو نگه دارم و تا جلسه بعدی، تا هفته آینده ارزش انتظار کشیدن رو داشته باشه. ما اهمیتش رو میتونیم از بخش‌های جلوتر ببینیم، به خاطر اینکه خود این فصل با سقوط برن از روی دیوار یک سری سلسله حوادثی رو ایجاد خواهد کرد و به نوعی میشه گفتش که شاید از این موتور محرکی هستش که جنگ‌های استارک ها و در واقع لانیستر ها رو استارت خواهد زد، هرچند که عوامل دیگه‌ای هم خواهد بود. این یه بخش از اهمیت این فصل هست، اما اهمیت دیگه‌اش از این منظر هست که سرنوشت برن ما تا این لحظه، تا این 7-8 فصلی که اومدیم جلو و حدود مثلا 70-80 صفحه از کتاب خوندیم، نظرمون این بوده که با توصیفات برن علاقه‌مند هستش که شوالیه بشه و احتمالاً یه همچین آینده ای رو براش میدیدیم. اما در پایان این فصل برن باید با زندگی یک شمشیرزن، با زندگی یک شوالیه خداحافظی بکنه و به نوعی راه متفاوتی، یک زندگی معنوی رو آغاز خواهد کرد که خب مفصلاً در رابطه باهاش فصل‌هایی رو خواهیم داشت و همونطوری هم که قبلا گفتم فکر میکنم که برن استارک، فرزند ند استارک، مهمترین شخصیت استارک ها در دورانی هستش که الان داریم کتاب رو روایت میکنیم. اما بریم سراغ اتفاقات فصل. داستان ما داره از روزی توصیف میشه که یک صبحی هست، آخرین روزی هست که پادشاه رابرت براتیون
در واقع میتونه بره شکار و به همراه لرد ادارد و خیلی از مردان وینترفل میرن شکار بکنن. چون جوفری ولیعهد رفته، در نتیجه راب استارک برادر برن هم این اجازه رو داره که به شکار گراز بره. جان و ریکون هم رفتند. چرا برن نرفته؟ به خاطر اینکه احساس این رو داشته که در روزهای بعدی دلش برای وینترفل تنگ خواهد شد و به همین دلیل ترجیح میده که توی وینترفل پرسه بزنه و با در و دیواراش به نوعی خداحافظی بکنه. از طرفی هم حس دلتنگی رو برای وینترفل داره برن و هم یه جورایی برای جان سنو ناراحت هست، به خاطر اینکه قرار هست نایت واچ بشه و از این نظر میدونه که دلتنگ جان هم خواهد شد. عشق برن به بالا رفتن رو ما توی این فصل برای اولین بار هست که داریم میشنویم، چون بار قبلی که ما از پیووی برن داستان رو داشتیم میشنیدیم جایی بود که داشتیم میرفتیم برای اینکه اعدام ویل رو داشته باشیم و دایرولفا رو دیدیم، آشنا شدیم و اونجا آزاد شدن و نظر من هر دوتا فصل چقدر فوق‌العاده است از نظر اهمیت توی داستان. و اینجا وینترفل توی این فصل مثل یک موجود زنده دوباره توصیف میشه. قبلا هم صحبت کردیم که زمانی که کتلین داره راجع به وینترفل صحبت میکنه، اون هم وینترفل رو مثل یک موجود زنده داره میبینه و یک جانبخشی به این قلعه دارن، یک کرکتر هست انگار خود وینترفل. باز اینجا توصیف میشه که انگار یک درخت سنگی بسیار غول پیکر هستش قلعه وینترفل و یک مارپیچی از سنگ هستش و پشت بوم این قلعه خونه دوم برن 8 ساله هستش. کتلین تالی همیشه نگران سقوط اون هست و حتی یک بار مجبورش میکنه که قول بده، حبسش میکنن اما یه هفته بیشتر رو قولش نمیمونه و ند استارک بهش میگه تو اصلا پسر من نیستی، تو سنجابی، و ازش قول میگیره فقط زمانی که کسی نمیبینه، مخصوصا کتلین، از در و دیوار بالا بره. اما نکته متنی پنهانی که اینجا میشه بهش اشاره کرد و اون فورشادوینگ هست، توصیفی هستش که در واقع مارتین داره از زبان مایستر لووین به ما میده که استاد وینترفل هست و خب تقریبا میشه گفتش، فکر می‌کنم تحقیقاً بشه گفتش که با دانشترین شخصی هستش که در شمال حضور داره و اون داره به ما میگه که وینترفل یک درخت غول پیکر با شاخه‌های سنگی گره خورده هستش و داره یه جورایی به ما یک پیش آگاهی رو میده از این که برن در نهایت فیزیک انسانی خودش رو از دست خواهد داد و تبدیل میشه خودش به ریشه های درخت ویروود و میشه به نوعی بخشی از حافظه زنده جهان که خب توی کتاب‌های جلوتر به شدت بخش‌های مهمی رو همچنان با برن خواهیم داشت. گفتم که برن تصمیم میگیره برای آخرین بار در وینترفل بمونه، به شکار نره، با اینکه خب شکار هم احتمالاً برای کسی که میخواد شوالیه بشه، جنگجو بشه، سرگرمی جذابی میتونه باشه، اما خب برن ترجیح میده که اینجا برای آخرین بار از اسلحه خونه و دیوار اون بالا بره و میره به سمت بروکن تاور. در طول این مسیر توی کتاب خیلی زیاد دایرولف برن داره بیقراری میکنه، زوزه میکشه. برن خیلی سعی میکنه اون رو آروم بکنه. ما حضور کلاغ‌ها رو هم خیلی توی این فصل داریم. یه نکته‌ای که اینجا وجود داره اینه که برن در زبان سلتی که خب جز زبانهای قدیمی و باستانی جزیره بریتانیا هست، خودش به معنی کلاغ هست. یعنی میبینی باز مارتین اینجا هم در انتخاب اسم برن کاملا بر اساس آن چیزی که در آیندهش قرار هست نقش داشته باشه این اسم رو انتخاب کرده. فضا توی کتاب خیلی مضطرب بین این حیوانات داره توصیف میشه، چه برای بخش هایی که داره سامر دایرولفش
زوزه میکشه و نگران مستحصله و همینطور در رابطه با کلاغ‌هایی که اونجا پرسه میزنن و سر و صدا میکنند یه حس و حال این که یه اتفاق قرار هست بیفته ما داریم توی این اتمسفر فصل. اما توی سریال خب کاملا این بخش ها حذف شده، یعنی ما از ابتدای توصیفاتمون تا اینجا توی سریال هیچ چیزی رو نداریم. از لحظه ای میبینیم که برند داره از دیوار میره بالا، نه دایرولفی هست نه کلاغی و شاید از این نظر اهمیت داشته باشه که ما داره به ما پیش آگاهی این رو میده که این دایرولف ها چه در واقع پیوند خونی خاصی رو با استارک ها دارند. حالا همینجوری که برند داره میره بالا از اون برج شکسته یه صدایی رو میشنوه، میبینی که 2 نفر دارن با هم دیگه شروع میکنن راجع به مسائل سیاسی صحبت کردن و تشخیص نمیده برند که چه کسانی هستن، که خب با توجه به صحبتایی که کردیم طبیعتا شما میدونید که سر جیمی لنیستر و خواهرش سرسی لنیستر اون بالا هستن، دارن راجع به این صحبت میکنن که سرسی داره راجع به این صحبت میکنه که تو رو باید فشار می آوردن به رابرت در واقع رابرت استارک تا هند آف دی کینگ بکنه، ولی اشتباه کردم که اجازه دادم ند استارک رو انتخاب بکنه و دیالوگای این چنینی راجع به عاقبت جان آرین میشنویم اینجا و خب برند کنجکاوه، ما در واقع از گوش برند داستان رو قرار هست بشنویم، حرفایی که میتونیم حدس بزنیم بر اساس اون پیشینه‌ای که از فصل‌های قبلی داریم داره اتفاق میفته. و اینجا جیمی صحبتایی که میکنه جالب هست از این نظر که میگه من ترجیح میدم ند استارک دست راست پادشاه باشه ولی برادراش رینلی و در واقع استنیس نباشن، به خاطر اینکه از نظرش ادارد یک آدم درستکاره و یک دشمن درستکار رو ترجیح میده به 2 برادرش. و اینجا هم داره راجع به برندون عموی همین برند صحبت میکنن و نحسی اسم اون رو دوباره اینجا ذکر میشه و یه جورایی داره به ما این رو مارتین دوباره میگه که همون جوری که مرگ برند عموی این برند باعث میشه که به نوعی غیر مستقیم جنگ اولی اتفاق بیفته و تارگریان ها سرنگون بشن و رابرت به پادشاهی برسه، یه جورایی این یکی برند با این بلایی که سرش خواهد اومد عامل جنگ های بعدی وستروس خواهد بود، جنگ های بزرگ وستروس خواهد بود. برند همینجوری که داره میاد بالاتر و سعی میکنه که گوش بده یا متوجه میشه که این 2 نفری که دارن این دیالوگای خیلی سیاسی رو انجام میدن راجع به وستروس در واقع در حین انجام یک رابطه جنسی هستن و خب اونجا دیگه تشخیص میده که این 2 نفر ملکه و برادرش هستن، جیمی لنیستره و سعی میکنه عقب بکشه و بره شطور دیدی ندیدی بکنه که در همون لحظه ملکه اون رو میبینه و فریاد میزنه که اون ما رو دید و جیمی میره به سمتش تا بکشتش بالا. به نظر میاد که اینجا میخواد کمکش بکنه، اما در همون لحظه بعد از اینکه ازش در واقع ازش میپرسه چند سالشه، میگه 7 سالم هست، همونجا خودش میده از بالای برج به پایین و فصل در واقع اینجا تموم میشه. اما حرفای ما ادامه داره و نکاتی رو اینجا داریم. یکیش از نکاتی که وجود داره موضوع رابطه جنسی هستش که بین جیمی و سرسی داره اتفاق میفته و یه آرکیتایپ اساطیری که زنای با محارم هستش، هم توی مصر باستان بوده و هم توی اساطیر اسکاندیناویایی. دلیلش هم این هستش که در واقع سعی می‌کردن خونه رو در این نظام پادشاهی پاکیزه نگه دارن به نوعی، که ما تو تارگریان ها این رو داریم اما خب تو لنیستر ها نداشتیم. اما یه چیزی که میشه اینجا حس کرد و به نظر من مارتین مد نظرش بوده بیشتر تا اون در واقع نکته‌ای که الان عرض کردم و خب خیلی قابل حدس هست، موضوعی هستش که توی این چنین تابو شکنی هایی در
دنیای اسطوره ها زمانی که اتفاق میفته و این تابو شکنی رخ میده، اصولا نظامات طبیعی به هم میریزه و زمین دچار قحطی میشه، زمستان طولانی میاد، جنگ رخ میده و نه لزوما در اثر این اتفاقا، در واقع یه جورایی نسبت میدادن به یه همچین مسئله. اسطوره است دیگه و این در واقع باز دوباره میتونه خودش یک استارتری باشه برای اون حوادثی که جلوتر اتفاق خواهد افتاد. اما اگر یادتون باشه توی ویدیوهای قبلی گفته بودم که مارتین از یک جنگ واقعی در تاریخ بریتانیا با عنوان جنگ روزها خیلی ایده گرفته. حتی عنوان دوتا خاندان یورک و لنگستر خیلی شباهت داره به استارک و لنیستر خیلی شباهت داره. اینجا هم یک ارجایی داریم به اون داستان، یعنی این پرت شدن در واقع برن از بالای برج یادآور در واقع جنگی هست، یادآور اختلافی هست که بین ادوارد پنجم و برادرش ریچارد رخ میده و از بالای برج عمو برادرزاده خودش رو پرت میکنه پایین و اونجا عمو برادرزاده خودش رو میکشه تا رازهایی که اونجا وجود داره در واقع مخفی بمونه و این باز اختلافی هستش که بین این دوتا خاندان یورک و لنگستر وجود داشته و مارتین اونها رو تبدیل کرده به این در واقع موضوعی که دارید میبینید. اما نکته بعدی که وجود داره اما در سریال به نظر میاد که بی‌دقت بودن نسبت بهش، انگار کارمایی هستش که قرار هست دست راست جیمی لنیستر بده. توی متن کتاب صراحتاً ذکر شده که جیمی با دست راستش برن استارک رو از برج پرتاب میکنه پایین، ولی توی سریال با دست چپ این کار رو انجام میده. حالا کجا اهمیت پیدا میکنه؟ از این نظر که ما در فصول جلوتر دست راست جیمی لنیستر توسط وارگاهوت قطع میشه و یه جورایی انگار مارتین داره انتقام برن رو از دست راست جیمی میگیره که خب اینجا وقتی دست چپ میندازه دست راست رو قطع میکنه یه خورده بی‌معنا میشه که توی سریال این اتفاق افتاده ولی توی کتاب به این صورت هست. اما نکته بعدی که داره اینجا آرکیتایپی هست با عنوان ووندد شمن یا شمن در واقع مجروح شده. ما توی این داستان برن رو داریم به عنوان یک کاراکتر خیلی مهم که زندگی فیزیکی ازش گرفته شده تا زندگی معنویش جادهش عریض‌تر بشه و بتونه با سرعت بیشتری بتازه. اما این یک انطباق خیلی روشنی داره با آرکیتایپی که گفتم، با شفا دهنده زخمی. شمن کسی هستش که حالا مثلا مثل عارف و زاهد، ولی خب عارف و زاهدی که یه خورده متفاوت، هیلر هستش به نوعی و شباهت داره یه جورایی، نه کاملا اما خب خود این آرکیتایپ شباهت داره با سرگذشت اودین که از اسطوره‌های نورس هستش که خودش رو 9 شبانه روز از درخت یگریدیسیل که قبلا هم توی ویدیوها راجع بهش صحبت کردیم به صورت وارونه آویزون میکنه. خودش رو دار میزنه به این درخت و نه تنها خودش رو دار میزنه بلکه با نیزه خودش پهلوی خودش رو زخمی میکنه و اون 9 شبانه روز ازش داشته خون هم میرفته. یعنی برای این که بتونه به اسرار جهان دست پیدا بکنه خودش خدا بوده ها. اما این نکته‌ای که وجود داره، خدایان اساطیری مثلا نورس مثل خدایان ادیان ابراهیمی یک عالم متعال و قادر مطلق نیستن و اینجا برای اینکه به خطوط رونی دست پیدا بکنه این کار رو انجام میده. 9 شبانه روز خودش رو برعکس آویزون میکنه و در نهایت حتی چشم راستش رو هم فدا میکنه و دستور میده که کسی بهش آب و غذا هم نده توی این 9 شبانه روز و در نهایت به نوعی یاد میگیره اون اسرار رو و با از دست دادن، با تقدیم کردن چشم فیزیکیش
چشم سوم خودش رو باز میکنه. اینجا هم همچین اتفاق داره برای برن میفته. برنی که توانایی راه رفتن خودش رو داره از دست میده با اینکه فلج خواهد شد و به جای اون چشم سرش قرار هست باز بشه و در واقع زخمی که برن میخوره با این اتفاق لعنت نیستش، بهاییه که بابت صعود معنوی اون به در واقع بالاترین دانای جهان داره پرداخت میشه. اما در طول داستان، در طول فصل به نوعی بگم بهتره، ما حالا من بریده از کتاب رو هم خواهم خوند، اما قبل از اینکه بخوام به بریده برسم، چون بعد بریده خداحافظی میکنم، اسم 7 نفر از اسطوره های گارد پادشاهی رو میشنویم. خیلی دوست دارم جدا راجع به هر کدوم از این افراد و داستانشون ویدیو بسازم، حرف بزنیم و نمی گنجه که، یعنی حیف میشن که بخوام توی این ویدیو داستانشون رو به طور کامل تعریف کنم. 7 نفرم هستن، هر کدومشون کلی میشه راجعشون حرف زد. اما این 7 نفر رو من کوتاه اسامیشون رو میگم که برن داره به عنوان اسطوره های گارد پادشاهی از اونها یاد میبره. یکی سروین سپر آینه‌ای هستش، سروین آف د میر شیلد. این یکی از در واقع شمشیرزنان، شوالیه های خیلی بزرگ تاریخ وستروس هست که برمیگرده به دوران عصر قهرمانان که هزاران سال قبل از این داستان ما هستش. یک شخصیت افسانه‌ای. جالب اینه که حتی زمانی که این آدم زندگی میکرده اصلا گارد سلطنتی وجود نداشته، اما صرفاً و حتی اصلا عنوان شوالیه هم وجود نداشته، اما صرفاً انقدر شخصیت بزرگی هست اون رو در تاریخ جابجا کردن در دنیای وستروس و آوردنش جلو و جز گارد پادشاهی حسابش کردن. کار بزرگی که کرده، معروف ترین کاری که کرده، اژدهایی به اسم اورکس رو کشته که نوع کشتنش باعث این اسمش شده. یک سپر دستش گرفته، اون سپر کاملا آینه‌ای بوده و گولش زده. اژدها رو گفته اژدها این تویی، من نیستم، خود شکن آینه شکستن خطاست. و این اژدها میگه آینه نمندی، یهو میزنتش و میکشد، نیزش رو میکنه توی چشم اژدها و بدین ترتیب اورکس رو که یک اژدهای خیلی معروفی در وستروس بوده رو از بین میبره و البته که دلاوری های زیادی داشته اما این معروف ترینش بوده. نفر دومی که اسمش رو میشنویم به عنوان اسطوره گارد سلطنتی، سر رایان ردواینه که مربوط به دوران سلطنت جهریس اول و ویسیریس اول هست در دوران تارگریان ها. یکی از بزرگترین و معروفترین و شجاعترین شوالیه های تاریخ وستروسه و برای یک مدت طولانی لرد فرمانده گارد پادشاهی بوده و حتی در یک تایم محدودی هم هند آف د کینگ بوده، هرچند که گویا هرچقدر در شوالیه‌گری عالی بوده در سیاست افتضاح بوده و یکی از طولانی ترین تورنمنت های جستینگ رو هم این آدم برگزار کرده که 30 تا نیزه شکوندن ولی در نهایت هیچ کدوم از دو طرف که طرف مقابلش سر کلمنت کراب بوده شکست نخورده و دیگه اونجا فینال مسابقه جستینگ رو مساوی اعلام کردن. نفر سوم شاهزاده ایمون هستش، دراگون نایت، شوالیه اژدها که در دوران سلطنت چند پادشاه تارگریان از ایگان سوم تا ایگان چهارم در واقع عضو گارد پادشاهی بوده و پسر ویسیریس بوده و برادر پادشاه ظالم ایگان چهارم، ایگان ناپاک. و این ایمون یک شمشیر معروف دارک سیستر که شمشیر خاندان تارگریان بوده و والریایی بوده رو حمل می‌کرده و با اینکه برادرش به شدت اون رو آزار و اذیت می‌کرده، همون
ایگان ناپاک تا پای جانش به قسمی که خورده بوده وفادار بوده و در نهایت جون خودش رو فدا کرد تا پادشاه رو از دست کسایی که میخواستن رو بکشن و ترور بکنن نجات بده. و به نظر میرسه طبق شایعاتی که در وستروس هست اون عاشق ملکه نریس، زن ایگان چهارم، زن برادر خودش هم بوده. نفر چهارمی که اسمش رو میشنویم 2 برادر هستن، سر اریک و سر اریک، که 2 تا برادر دوقلو بودند و از اعضای گارد پادشاهی ویسیریس اول بودند که بعد از مرگ پادشاه و شروع جنگ داخلی وفاداری این 2 تا برادر دیگه تقسیم میشه، با هم دیگه توی یه ساید نبودن. یکیشون در ساید رینرا بوده، سیاه ها، و یکیشون در ساید سبز ها بوده و داستان در واقع مرگشون هم خیلی تراژیک هست. به این صورت رخ میده که یک مأموریت مخفی میرن و در اون مأموریت در دراگونستون با هم دیگه روبرو میشن و مجبور میشن در یک نبرد طولانی با هم دیگه مبارزه بکنن. این 2 تا برادر شدیداً عاشق هم دیگه بودن، اما در نهایت هر 2 نفرشون در آغوش هم دیگه به خاطر زخم‌هایی که در اثر اون جنگ تن به تن به هم دیگه میزنن در آغوش هم دیگه در حالی که دارن گریه میکنن هر 2 نفرشون کشته میشن. نشون میده که چقدر شوالیه‌های شرافتمندی بودن. نفر 5 جرالد هایتاور هست، ملقب به گاو سفید، که در دوران ایریس دوم پادشاه دیوان مد کینگ زندگی میکرده، بابای ویسیریس احمق، و لورد کاماندر در واقع گارد پادشاهی بوده در زمان شورش رابرت و هیکل درشتی داشته، قدرت بدنی فوق‌العاده بالایی داشته، به همین دلیل بهش میگفتن گاو سفید. و به همراه سر آرتور دین و سر اوسوالد ونت در تاور آف جوی توسط ند استارک کشته شدند. حالا جریان کشته شدنشون و اینکه خدعه کردن و جوانمردانه نبود امیدوارم که جلوتر حتما صحبت بکنیم. پس جرالد هایتاور هم توی تاور آف جوی در کنار سر آرتور دین کشته میشه. و نفر 6 اتفاقا سر آرتور دینه، ملقب به شمشیر صبح، که خیلی زیاد راجع بهش صحبت کردیم. اون هم در دوران سلطنت ایریس دوم پدر ویسیریس احمق بود که دیگه توی این ویدیو راجع بهش حرف نزنیم. اما نفر 7 باریستان د بولد یا باریستان دلیر هست که لقب سر باریستان سلمی هست، که باز هم ما الان در خط داستانی ایشون رو داریم و از قضا در وینترفل هم هست الان، و هم در دوران تارگریان ها جزء گارد پادشاهی بوده، هم در دوران پادشاهی رابرت و هم در دوران پادشاهی ولیعهد جوفری براتیون، و البته که بعدش در کنار دنریس هم خواهد بود. اما در واقع بین این 7 نفر این تنها شوالیه زنده خط داستانی ما هستش که از همون سنین جوانیش به شدت جسور بوده، به همین دلیل اسم دلیر رو لقب دلیر رو گرفته و در واقع نجات دهنده تک نفره پادشاه دیوانه در یکی از جنگ ها از یک دژی بوده و در نهایت به عنوان یک شوالیه واقعی میشه اون رو اسمش رو در خاطر نگه داشت. بریده ای از داستان رو من میخونم که مربوط به توصیفاتی میشه که برن در واقع چرخیدن روز آخرش در وینترفل داره مارتین برای ما تعریف میکنه. روزها بود که برای رفتن بیتابی میکرد. قرار بود در جاده شاهی روی اسبی متعلق به خودش بتازد، آن هم نه یک اسب کوچک بلکه اسبی واقعی. پدرش قرار بود دست پادشاه شود و آنها قرار بود در بارانداز پادشاه ساکن قلعه سرخ شوند.
در قلعه‌ای که اربابان اژدها ساخته بودند. ننه پیر می گفت که آنجا روح دارد و سیاه چالهایی که اعمال هولناکی در آنجا انجام گرفته است و روی دیوارها جمجمه اژدها وجود دارد. فکرش برن را به لرز می انداخت، اما نمی ترسید. چطور ممکن بود که بترسد؟ پدرش با او خواهد بود و پادشاه با تمام شوالیه ها و سربازانش. برن خودش میخواست روزی شوالیه شود، آن هم یکی از محافظین پادشاه. لیلی پیر میگفت که آنها بهترین شمشیرزنان در تمام مملکت هستند. تنها 7 نفر از آنها وجود داشت و زرهی سفید میپوشیدند و زن و بچه نداشتند، بلکه تنها برای خدمت به پادشاه زندگی میکردند. برن تمام داستانها را میدانست. اسامی آنها به گوشش مانند موسیقی خوشایند بود. سروین سپر آینه‌ای، سر رایان ردواین، پرنس ایمون شوالیه اژدها، دوقلوهای سر اریک و سر اریک که صدها سال پیش در جنگی که آوازخوانها رقص اژدهاها نامیده بود با شمشیر یکدیگر را کشته بودند. گاو سفید جرالد هایتاور، سر آرتور دین شمشیر صبحگاه و باریستان بیباک. 2 نفر از گارد شاهنشاهی با پادشاه رابرت به شمال آمده بودند. برن مجذوب تماشای آنها شده بود. هیچ وقت جرأت نکرده بود که با آنها صحبت کنند. سر بارس مردی تاس با صورتی توپل بود و سرمرین چشمانی مغموم و ریشی به رنگ زنگ آهن داشت. سر جیمی لنیستر بیشتر به شوالیه های داستانها شباهت داشت و از اعضای گارد پادشاهی هم بود، اما راب گفته بود که او پادشاه دیوانه قبلی را کشته است و نباید دیگر شوالیه حساب شود. بزرگترین شوالیه زنده سر باریستان سلمی، باریستان بیباک، فرمانده گارد پادشاهی بود. پدر قول داده بود که در بارانداز پادشاه سر باریستان را خواهند دید و برن بیقرار هر روزی که میگذشت را روی دیوار علامت گذاشته بود تا روز عزیمت فرا رسد. اما اکنون که روز آخر نزدیک بود، برن ناگهان احساس دلتنگی می کرد. وینترفل تنها خانه‌ای بود که در عمرش می شناخت. پدرش گفته بود که باید امروز از همه وداع کند و او سعی کرده بود. بعد اینکه گروه شکار رفته بود می‌خواست که با گرگش همه قلعه را بگردد. قصدش ملاقات با همه کسانی بود که ترکشان می‌کرد. لله پیر، گیج آشپز، میکن در آهنگری، هودور در استبل که همیشه لبخند داشت و از اسب کوچک او مراقبت می‌کرد و هیچ وقت چیزی جز هودور نمی‌گفت. آن مرد در گلخانه که هر وقت پیشش میرفت به او تمشک میداد، اما فایده ای نداشت. ابتدا به استبل رفته بود تا اسب کوچکش را ببیند، اما او دیگر آنجا نبود. قرار بود این اسب بزرگ مال او باشد، اما ناگهان برن تنها میخواست بنشیند و گریه کند. قبل اینکه هودور و سایر خدمتکارهای استبل بتوانند اشک را در چشمهایش ببینند، برگشت و دوید. این انتهای وداع او بود. به جایش صبح را در جنگل خدایان با گرگش گذرانده بود و سعی کرده بود که به او برگرداندن یک شاخه چوب را یاد بدهد، اما موفق نشده بود. طول گرگ از هر سگ شکاری پدرش باهوشتر بود و برن حاضر بود قسم بخورد که هر حرفی را میفهمد، اما هیچ علاقه‌ای به شاخه هایی که برن پرتاب میکرد نشان نداد. هنوز نتوانسته بود اسمی انتخاب بکند. راب مال خودش را چون خیلی سریع میدوید گریویند صدا میکرد، یعنی باد خاکستری. سانسا اسم مال خودش را لیدی گذاشته بود و آریا اسم ساحره ملکه‌ای را که از آوازها انتخاب کرده بود.
ریکان اسم توله‌اش را شگیدا گذاشته بود که به نظر برن اسم مسخره‌ای برای یک دایرولف بود. گرگ جان، آن یکی که سفید بود، گوست نام داشت. برن آرزو داشت که این اسم به فکر خودش رسیده بود، اگرچه گرگ خودش سفید نبود. در 2 هفته اخیر صدها اسم را امتحان کرده بود، اما هیچ کدام مناسب به نظر نمی رسیدند. ممنون که این بخش رو هم شنیدید. خوشحال میشم که این ویدیو رو برای دوستان علاقه‌مندتون به وینترفل، استارکا و تمام دنیای وستروس بفرستید تا قسمت بعدی که با تیریون لنیستر دوباره برمیگردیم. شب و روزتون بخیر. خدا نگهدار.